سلاو باشن. برای بچه های یوتیوب خوش اومدید. بریم گردونه رو با هم بزنیم. بریم. این یه دونه رو زدم 20 تا بود. اگر بالاتر باشه از 20 تا 30 تا باشه یا بیشتر باشه یعنی رژن فکر کنم مال امریکا اینا هست. ما روی لژنه نمیدونم رژنه چی نمیدونم رژن هند باشه یعنی خیلی کم میافته 7220 تا میافته. اما اگر رژن بالاتر باشه نمیدونم رژن اروپا هست یا آسیاست اونم کم میافته 7440 فکر کنم اینقدر. ما رژن آمریکا اینا خیلی گرونه کم 10 کا نیم میخواد دیگه خیلی بالاست. این خوبه رژن کمی میافته. کلا من شانس ندارم یعنی الان باید کلا تا آخر بزنم اصلا شانس ندارم. الان دیگه بریم برای زدن این باکس ببینیم چی میاد. خب بریم. من یه دونه زدم 20 تا بوده. خب خوبه کلا همه رو میزنه. من دیگه شانس ندارم. قد بد شانس من تو پوبجی هم اینقدر باکس میزنه اصلا هیچی. نه تو کالا نه پوبجی هنوزم انف شده انفوریاکی هم نگرفتم. این حقه بازی میکنم اصلا نداره. قشنگه واقعا. بزنیم. بعضی وقتا میره روی قرمزا یا اسلحه لژند آدم میگه شد الان نشد. اصلا کلا یه چیزم هست مال اینترنت ایرانم کلا همه چیزو بد میکنه. مثلا بیشتر هم تیمیام کلا از فیلترشکن استفاده میکنن. فیلترشکن ترکیه یا بیشتر از فیلترشکن آمریکا و آلمان و اینا خوبه. از اونها استفاده میکنن یعنی خیلی گنگی. مثلا با حقیمت هرزون یه کیل مسیج در میارن یا لباس لژن اینا در میارن. خیلی قشنگ خیلی دیگه آدم بگه چی. بریم بزنیم ببینیم چی میاد. نمیاد اصلا شانس ندارم باید تا آخر بزنم دیگه. بریم یا الله. این حرکت هم قشنگه واقعا. این لباسش رو بپوشی خیلی قشنگ میشه. بریم اینم بزنیم. ببین اینا در نمیاد. آره تکتیر رفت روی اسنایپ تکتیر. خب قشنگ. بریم بریم با خرجی سی پی. بعضی وقتا سی پی و یو سی رو قاطی میکنم اینقدر با هم میده. اصلا رو میده 100% اصلا رو میده. قشنگه واقعا. انگار دندون شیرو میره. یه نگاه کنیم باید از استخون و دندون تشکیل شده. شکل چی هم داره نمیدونم. سرش انگار ننگ یا کوسه است. شبیه کوسه است. دقیق نمیدونم. قشنگ. بریم برای با ارزش ترین چیز قشنگ ترین چیز. به به. من اولین بار اینجوری زدم ترسیدم گفتم نمیده دی خاک به سر میشم. صداشو بریم بالا. به به خیلی قشنگه خیلی ماشاءالله. خب چرا باک خورد. به به چقدر قشنگ. چه قشنگ. خب دمتون گرم اگر ویدیو رو نگاه میکنید دیگه. دمتون گرم. بریم ببینیم دیگه. اینم بعدن اگر شد براتون ویدیو میذارم. دمتون گرم. ممنونم از اینکه نگاه کردید. اگر دوست داشتید کانال رو سابسکرایب کنید ممنون میشم. لایک هم بکنید ممنون میشم. فعلا خدا حافظ تا یه ویدیو دیگه.